التوبة واجبة من كل ذنب. توبه واجب است از هر یک گناه، یعنی ضروری هست. هر یک گناه برای خودش خاص باید توبه کرده شود. توبه این بازگشت به سوی خدا هست، پشیمانی از آن گناهی که از بنده صادر شد. توبه سه شرط دارد. توبه سه شرط دارد. اگر مادامی که آن گناه متعلق بین بنده و بین الله تعالی باشد. اولین این شرط ها پشیمانی به آن گناهی که از بنده صادر شد. افسوس که آن گناه را کردم. گفته وقتی که به کاری کردهش اگر پشیمان باشد، از کاری کردهش خرسند نباشد، پشیمان باشد، کاش نمی کردم. گفته اگر پشیمان باشد، این اولین شرطی توبه است. دومین شرطی توبه این الاقلاع عن الذنب، از همان گناه باز ایستادن است. گناه را دوام داده ایستاده توبه کند، توبهش نادرست است، از آن گناه باز ایستاد. ثانی سومین شرطش العزم الا یعود الیها، عزم کند، نیت کند، جدی قصد کند که گشته بر آن گناه بر نمیگردد، گشته بر آن گناه بر نمیگردد، سخت عزم کند. این سه شرطی توبه در آن شخصی که گناهش بین خودش و بین الله تعالی است. یعنی معنای این گپ این است که آن گناهایی که حق پروردگار را پایمال کرده باشد. مثلا نماز را در جماعت نخوانده باشد، این گناه است. نماز را در جماعت نخوانده باشد گناه است، این حق خدا است. اینه توبه میکند. سه شرط دارد. پشیمانی میکند که برای چی نمازهای تا این دمه در مسجد نخواندم، در جماعت نگذاشتم، پشیمانی. دیگر اینکه نیت میکند، عزم میکند که در آینده دیگر از جماعت نمیماند و بر نماز جماعت مثلا بردوام میداد. این یک نمودی توبه کردن از گناه است. این به شرطی که بین بنده و بین پروردگار باشد. اما اگر بین بنده و بین بنده ها باشد، چهار شرط دارد. سه شرطی در بالا ذکر شده و چهارمین شرط حلال شدن از حق اون بنده. اگر مالش را گرفته باشد، سه شرطی در بالا گذشته را اجرا میکند، یعنی پشیمان میشود، دیگر دزدی نمیکند یا مال کسی را فریب نمیدهد و نیت میکند که دیگر حق کسی را نمیخورد. چهارمین شرطش همون حقی را که گرفته بود به صاحبش برمیگرداند، به صاحبش برمیگرداند. مثلا یک سوال شده بود چندین سالها که یک شخص بعد اینکه نمازخوان شد و توبه به سوی خدا کرد، گفت که من یک وقتی مرغ همسایه را دزدیده بودم، آیا چیکار کنم؟ در این صورت وقتی که مرغ را در آورده میده من همین دزدیده بودم یا یک وقتی مال شما را دزدیده بودم، گفت چرم میدارد در آینده، یا دیگر روی ندارد که همین کار را بکند، برای او قدری همون در دیگر جهت ها خیر میکند به همسایه خود یا به اون شخصی که حقش گرفته بود. امروز من اگر شرم دارد که این مال شما رو من فریب داده گرفته بودم یا دزدی کرده گرفته بودم، بود دیگر راه بده همین آدمو برمیگرداند اگر یافته تماما. اگر اون شخص اگر از دنیا گذشته باشد یا وی شخص در سفر فریب داده باشد و دیگر وی یافتنش امکان ناپذیر باشد، از نام اون شخص خیر میکند. 100 سامان اگر فریب داده باشد 100 سامان از نام اون شخص خیر میکند. پروردگار این 100 سامان از آن همه آدم از خیر است. سپس روز قیامت الله تعالی دینار و درهم با فایزش از شما برای گران نمیدهد، برای که شما در دنیا دادید. پیغمبر خدا گفتن که شما از حق برادر مسلمانتون در دنیا صاف شوید قبل ان یکون دینار ولا درهم، پیش از آن که دینار و درهم نشود، پیش از آن که فایز کار نکند، شما در این دنیا حرکت کنید صاف شده گیرید. گفتن این اگر رفت در حق در آبرویش تجاوز کرده باشید، مثلا رفته بودید که من در حق شما غیبتی کرده بودم
یا سخنی ناجوی گفته باشم عذر گفته توانید رفته پرسید. اگر نتوانید بهش حرام دارید پروردگار گناه همون بنده را مغفرت کنید دعا میکنید و در آن مجلس هایی که به بدی یاد کرده به نیکی یاد میکنید او را و صفت های نیکش را در آن مجلس هایی که گنده کرده ذکر میکنید و در حقش دعا میکنید انشاءالله تحلل است یعنی حلال شوی است. با این 4 عمل انسان به گناهش میتواند توبه کنه و صاف شود زیرا در توبه تا روز قیامت گشوده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر. الله تعالی توبه بنده را قبول میکنند تا مادامی که جانش به غرغره نآمده باشد. خواب نرید. این سخنها هر روز نمیشود و هر روز ندارید. این از جهت بیغمی هست، از جهت قدر نکردن سخن خدا و سخن پیغمبر است. با دقت گوش کردن لازم. برای که این مسئولیت است. درست نمیفهمید یعنی برچی سخن را میفهمید و برآمده نادرست به دیگران میگوید. فهم سخن چون نکند مستمع قوتی طبع از متکلم مجود. اگر شخصی گوش کننده اگر با دقت گوش نکند عیب شخصی سخن کننده نیست اصلا. خلاص توبه عبادت بزرگ است. حتی الله تعالی از بنده که توبه میکند خرسند میشود. پیغمبر خدا گفتند که لله افرح بتوبة عبده من احدكم اضل راحلته بفلاة. الله تعالی خرسند می شود از توبه بنده مسلمانش وقتی که یک ضرب المثل زدن. برادران عزیز، یک انسان در یک بیابان شتر خود را گم میکند. مسافر بود، بیابانی که آب ندارد، بیابانی که طعام ندارد، بیابانی که مردم نیست در آنجا که از وی چیزی بپرسید و زندگی خود دوام دهید. در شتر او تمام طعام و شرابش در خرجی نشد. ناگاه کمی غلط کرد که میخزد که شترش نیست. تمام 4 طرفه میبیند زمینی هموار است، شترش نیست، دیده نمیشود. چندین کیلومترها رو دیده میشود در زمینی هم شتر نیست. دیگر از حیات ناامید شد زیرا آب ندارد، طعام ندارد. اگر دویده تا آخری بیابان راه گردد هم سلامت نمیبراید زیرا هفته های دراز است. دیگر گفت حاجت خودم مانده کردن ندارد، دیگر در زیر همین درخت نکن وفات میکنم. گفت آمد و با قفایش در زیر درخت خواب کرد، چشمایش را پوشید. دیگر گفت از دنیا دیگر امید ندارم. یکی چشمش را پوشید که شترش آماده ایستاده است. از جای خود دویده خسته از نقطه شتر خود گرفت و به سوی آسمان به پروردگارش خطاب کرد از خرسندی. گفت که اللهم انت عبدی و انا ربک اخطأ من شدت الفرح. گفت که پروردگار را گفت تو بنده من و من خدای تو. گفت اخطأ من شدت الفرح. پیغمبر خدا گفتن که خطا کرد از خرسندی سختش، از شدت خرسندی خطا کرد. پروردگار تو خدای من بنده تو. میگم گفتن جاشبه پروردگار تو بنده من خدای تو. گفت اخطأ من شدت الفرح. پیغمبر خدا گفتن که از شدت خرسندی خطا میکرد، یعنی گناه نیست، لیکن شدت خرسندیش برای ما لازم است. سخت خرسند شد. پیغمبر علیه السلام گفتن که بنده اگر توبه کنند الله تعالی از همه آدمی که شترش یافت از وی دیده خرسندتر میشه در بندش. ببینید گناه میکنید توبه کنید با الله تعالی خرسند میشد. بنابراین وقتی که الله تعالی خرسند که شد توفیق بندگی میده.
در ماه مبارک رمضان با تمام وجود انشاءالله این موسم انسان روزداری و نمازگزاری و عبادت میکنه. توبه واقعا عبادتی بزرگ است. از آدم علیه السلام پدری پیامبران تا خاتمی پیغمبران حضرت محمد علیه السلام همه اینها را توبه هایشان را خدا در قرآن ذکر کرده است. آدم وقتی که در جنت از اون درختی که خدا نخور گفته بود خوردن، خداوند جزا داد آنها را به زمین پرتافت. وقتی که به زمین فرآمدند ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگارا ما برای نفس خویش ظلم کردیم، اگر تو ما رو مغفرت نکنی، ما رو رحم نکنی، ما دیگر از جمله ضرر دیدگان میشیم. یعنی مغفرت کن گناه ما، الله تعالی مغفرت. حضرت یونس وقتی که نافرمانی به امر پروردگار کردن، به اجازت پروردگار وظیفه پیغمبری رو پرده دعوت نکرده برای مردم، وظیفه خدا و فرموده رو نرسانیده. وقتی که شهر رو ترک کرده بیرون برآمدن و به واسطه کشتی وقتی که گریختنی خواستن، کشتی طوفان اومد، کشتی غرق شد. ثانی کیت حضرت را فرو برد. وقتی که کیت فرو برد و به شکمش به قعری اقیانوس رفت، در تاریکی شب، در تاریکی شکم ماهی، در تاریکی قعری اقیانوس به بالای 7 قبل آسمان نگاه کردن. سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار تو از عیب و نقصان و کمبودی پاک هستی، ما گناهگار هستیم. انی کنت من الظالمین، من ظالم شدم، از جمله ظالمان شدم، برای نفس خود، برای قوم خود، برای امت خود ظلم کردم، گناه مرا بخش. خداوند فاستجبنا له، ما دعای او را اجابت کردیم. و کشفنا ما به من ضر، در حق ایوب آمده است و در حق یونس خدا گفت که فنجیناه و کذلک ننجی المؤمنین، ما نجات دادیم از بلا. ماهی را امر کرد که به بیرون برآورده یونس را پرتاب نجات دادیم. و کذلک ننجی المؤمنین، همین گونه مؤمن ها را نیز از گناه وقتی که از بلا اگر توبه به گناه کنن نجات میدیم. ها توبه کردن پیامبران، همه پیغمبران. حضرت پیغمبری ما که از گناه های صغیره و کبیره پاک گردانیده شده بودند، در یک مجلس حضرت ابن عمر میگه که 70 مراتبه استغفرالله و اتوب الیه میگفتن. 70 مراتبه به یک روز توبه میکردن، گناه نداشتن، تا اینکه برای ما و شما این درس باشه. حضرت موسی علیه السلام در زمانشان خیلی قحطی فرآمده بود. قحطی، بیابی، خشکی. ثانی همراهی مردم بنی اسرائیل که 70,000 نفر بودند و هنگام به یک بلندی برآمدند، همه دست عاجزانه برداشتند. گفتم حضرت موسی پروردگارا، پیرانی که میانی آنها خم شده است آنها را رحم کن. پروردگارا کودکان بیگناه را رحم کن. پروردگارا چارپاهای بیزبان را رحم کن. گفته دعا میکردم که شدت گرمی آفتاب زیاد میشد، قحطی برعکس تشنه ماندن مردم زیاد میشد و هیچ از طرف پروردگار نصرت و یاری باران و آب نمی‌آمد. ثانی الله تعالی به حضرت موسی وحی داد که در بین همین 70,000 نفر شخصی هست که 40 سال این جانب همراهی من مبارزه میبرد با گناه مبارزه میبرد، گناهگاری میکنم 40 سال اینجا. این قحطی هم به سبب همون شخص است، به سبب یک شخص همه شما جزا داده شده این ساله. برای اون که امر معروف و نهی منکر نمیکنه، دریانتان خواب میره بیدار نمیکنه، مثلا نماز به نمی آید، همراهتان گران نمیاد، به سبب گناه خودتان آخیر. یک کس نشدن موندگی
69999 کس دیگه ظلم ندارد که اون یک نصیحت کنه. ثانی الله تعالی گفت که تا همون آدم از بین شما نبراید دعای شما رو قبول نمیکنم و کثافت گناه یک است. ثانی حضرت موسی گفتن که من حاضر اگر ندا کرده مردم فهمونم که مردم در بین شما یک نفری هست گناهکاری میکنه 40 سال از بین ما براید آواز من نمیرسد به این 70,000 نفر بلندگویت نمید در آزاد ما. ثانی الله تعالی گفت که تو گفت برآمده بلندی ندا کن من آواز تو رو میرسونم. واقعا به پیامبران خدا الله تعالی قوت 30 مرد را و زیاده از این را داده. برای پیامبر خدا وقتی که در حجت الوداع موعظه کرده همه شنیده بود. وقتی که گفتن که در بین شما یک مردی هست که 40 سال این جانب الله تعالی را با گناه مبارزه میبرد تا از بین ما برآمده نرود، الله تعالی برای ما آب و باران نمیدهد. آن بنده از بین ما بیرون براید. آن بنده که خدا را 40 سال گناهکاری کرده بود طرف چپ و راست و پیش و خفا نظر کرد که کسی نمیبراید. ثانی فهمید که بنده خودش مقصود است با این کلام، او را در نظر داشته شده است. گفت اگر گفت من برایم از بین این 70,000 نفر دیگر شرمنده میشم و همه را لعنت میکنن، دیگر سر بردارش نمیتونم در باقی مونده حیاتم در دنیا. اگر نبرایم به سبب کثافتی من مردم دیگه هلاک میشوم. دیگه علاج نیافت و رویش را با جامعهش پوشید و گریه کنان پروردگارا 40 سال برای من مهلت دادی، 40 سال مرا شرمنده نکردی، 40 سال مرا عذاب نکردی. امروز هم اکنون از گناهم بخش توبه کردم، دیگر گشته با آن گناه برنمیگردم. وقتی که توبه سخنهایش را تمام نکرده ابرها جمع شد و باران بارید. حضرت موسی گفتن پروردگارا نبرآمد کسی از بین ما لیکن باران دادی. الله تعالی گفت که توبه کرد، چنان توبه کرد که به سبب گناه که از شما آب و باران من کرده بودم با به سبب توبه او را دادم. حضرت موسی گفتن که پروردگارا آن بنده را برای من نشان ده که ببینم که کی بود است که توبه کننده و اطاعت کننده گشت که باز به سبب توبهش ما باران دادیم. الله تعالی گفت که در وقت گناهکاریش من او را شرمنده نکردم. امروز اکنون با بازگشت به خدا کرد، توبه کرد، اکنون نیتی خیر کرد و من او را شرمنده کنم. گفته الله تعالی خبر نداد. بنابراین ببینید که توبه چقدر منزلت دارد. علل خصوص پیش از آمدن ماه مبارک رمضان یکی از علمای ابن قدامه رحمت الله علیه در کتاب توابون یک قصه را آوردند. یک عابد شخص بی‌سواد لیکن عابد عبادت کننده خدا است، علم ندارد، سواد ندارد، لیکن شبانگاه ها نماز شب میخواند، روزها روزه نافله میدارد، بسیار آدم خدا ترس است. یک زنی را دید که بی نهایت صاحب جمال بود و خوشرو بود و بدون 500 دینار برای کسی امکانیتی به زنا نمیداد. زناکار بود نعوذ بالله، لیکن 500 دینار بود، تن فروشی بود، خیلی گران بود، قیمت بود. بعد چندین ماها مهنت کرد عابد که یک مراتبه با همراه همون زنی خوشرویی که عاشق و مفتونی و شدم زنا کنم. وقتی که 500 دینار را جمع کرد ابن قدامه رحمت الله علیه نقل کرده در کتاب توبه کننده ها، آمد به نزد آن زن گفت که این 500 دینار است. چندین ماها مردکاری و دیگر همه کار کردم و جمع کردم تا اینکه یک مراتبه همراه تو زنا کنم. بسیار عذاب کشیدم، به زیبایی تو مفتون شدم. 500 دینار را گرفت و به خوابگاهش در آورد که ناگاه میگوید وقتی که در آمدم سریرش یعنی به اصطلاح ما دیوانی که خواب میکرد از طلا بود.
500 دینار را گرفت و گفت که هلوم الیه، بیا گفت به نزد من. وقتی که به نزدش قدم گذاشت ناگاه داد زد گفت که 500 دینار برای تو هست گفت و من امکانیتی که برآمده را. حیران شد گفت که اینقدر سالها محنت کردی به زوری جمع کردی، بسیار آرزو داشتی، برای چی بازگشت داری؟ گفت که من روز قیامت وقتی که پروردگار من هلوم الیه، بیا به نزد من، گفته به نامش همه رو فریاد بود، همون مقام به یادم رسید. وقتی که خدا روز قیامت از بین مردم فلان چیه نوبتش به این کتاب گفته برای دعوت میکند، انا همون مقام به فکرم اومد و راه رویم در پیش پروردگار عریان و ختن ناکرد و پایلوچ مقامم را تصور کردم و من توبه کردم، من امکانیتی برآمده را. همین سخن برای زن تاثیر کرد. گفت که منم گفت به درگاه پروردگار توبه کردم از همین ساعت اعتبارا، لیکن گفت تو برای من عهد وعدته که من به همسری میگیری، چون که تو سبب توبه من شده، تو شخص سبب شده که من به سبب تو به نزد پروردگارم برمیگردم، توبه کردم، از آتش دوزخ انشاءالله نجات مییابم به سبب تو. بنابراین من تو برای شخص با خاندار میشم، وعدته عهده که من خاندار میشه، عهد دادم فقط من امکاناتی که تیسته در اینجا برای ما و بلای پروردگار گرفتار نشم. برآمده رفت و عنوان خودم داد رفت. زنک وقتی که به نزدش بعد چند روز رفت و برای اینکه من خاندار شم گفته از او خواهش داشت، برآمده زن را دید و با همون حالت به یادش آمد و یک داغ زد و از دنیا گذشت، وفات کرد. ثانی این زن گفت که خیر این کار از دست رفت، لیکن یگان نزدیکش باشد، یگان خویشاوندش باشد که من به او خاندار شوم و خودم را از حرام نگاه دارم. گفته به دادرش مردم تعیین کردم که یک شخص خداترس و فقیر و کمبغل است، انا همان شخص با خاندار شد و از این بیرون فرزندان صالح 7-8 نفر فرزندان صالح به دنیا آمد. ببینید توبه چگونه فضیلت‌هایی دارد.